درد. اینجا صدای رفتنه. وقت اینه که کارامو جمع کنم برم. آقا نگاه اینو چقدر خوش رنگ کردم خدایی. کارو ببین اصلا اوچ سربازی چیزیش به درد نخورده، این ساکش خیلی به دردم خورده. آقا یه حس عجیبی دارم من، نمیدونم به خاطر اینه که تصمیم گرفتم دارم حرکت میکنم، اصلا نمیفهمم قراره چه اتفاقی بیفته، ولی خیلی روشنه برام مسیرم. اول از همه رنگامو جمع میکنم چون یه تیکه این جلو مونده و باید 100% انجام بدم. خب قلموها رنگام خیلی سبک میخوام برم، فقط یه چند دست لباس برداشتم که بتونم راحت حملش کنم، چون اصلا معلوم نیست قراره کجا باشم چیکار کنم. ببین فقط مسیر اینا برام تمام. 2 تا 3 تا کتاب، 2 تا دفتر کلفت و اینو نگم براتون. این دفتر سمیه، کلی سوال توشه که قراره مصاحبه کنم با من. خب امیدوارم که همه تصمیمایی که میگیرن رو بتونن انجام بدن، چون یه سری وقتا آدم میمونه تو تصمیمایی که میگیره، یعنی اینکه باید از دل بیاد دیگه و ذهن انقدر بازی میده نمیتونی تشخیص بدی از ذهنته از درون روحته، اصلا معلوم نیست. به نظر من آدم باید هر تصمیمی که دوست دارن و حس میکنن حالشون رو بهتر میکنه بگیرن و من همین تصمیم بهترین تصمیم برام بوده و اصلا شک نرم قراره بهتر کنم و کلی ویدیوهای خفن بگیرم و قراره یه سری اتفاقای باحال چالش‌های عجیب غریب خیلی حال میده بهم لازم کرد. این خودکارا و اینم مداد، اینا میره تو هم جامدادیان. 2 تا دفتر کوچولو دارم دوباره، اینا رو همه رو توضیح سلطان زندگی. یه چیزی از این براتون بخونم. راز موفقیت واقعی: کوشیدن، جستن، هرگز تسلیم نشدن. وظیفه ما در زندگی: کشف وجود واقعی و سپس شکوفا ساختن آن. همینو میخوام. میره داخل. هدفون برای فردا لازمه. اوه من دروغ گفتم بدون امکانات هدفون برای چای آتیشی حتما باید استفاده کنم. اما یه جورایی چون باز وسایل دارم باید بیام بچینم اینجا. فردا حرکت منه و امیدوارم از ویدیوام لذت ببرید. میخوام یه سری ویدیوهای مستندطور کاملا، زیاد ادیت نمی کنم چون بلد نیستم، وسیله نمیبرم چون ندارم. میخوام بدون هیچ گونه کمالگرایی حرکت کنم. در ادامه ببینید چی میشه. خودمم و خدا. شما به درجه سالکی رسیدید دیگه. اینجا صدای رفتنه. میخوام با یه قطعه از شعرهای خودم براتون شروع کنم که میگه: یادم رفته بود میتونم کنم پرواز، درگیر بهتر کردن احوال دور و اطراف،
به خودم اومدم دیدم منم و زمانی که رفته برباد، میزدم چنگ به گذشته خاطراتی که میکردش منو غمناک. کنار گذاشتم مثل تعلق و انتظار، سینه سپری تنه میرم تو دل مشکلات. میدونم چیزی و ندادم از دست، همه شورده برام دست آورد. میبازن اونا که تو مسیرشون شک دارن، کاش بذاریم هر کسی مسیر خودشو بره بدون دخالت. خب با درود. یه حسال خیلی عجیبی دارم. الان باید برم کنار لب جاده، چون میکروفون ندارم، یه سری امکانات ندارم، مجبور بودم یه خود این ورتر که صدای ماشین اذیت نکنه که بتونم صحبت کنم. دارم مسیرم آغاز میکنم و تارگت اولم اینه که میخوام برسم به کاشان. و الان جاده قدیم قومم، همین پشت سر من جاده قدیم قومه که باید یه خورده پیاده روی کنم، برم اونجا وایسم و برم کاشان. من قبل از اینکه حرکت کنم حالا یه سری ترفندار دارم یاد میگیرم که حتما ویدیو میذارم که چجوری میتونیم کار در سفر پیدا کنیم. من با یه دونه بومگردی هماهنگ کردم تو کاشان که قراره برم پیششون فعالیت کنم، در ازاش شاخوب بگیرم و غذا، حالا شاید پول، شاید حالا معلوم نیست، اصلا شاید قبول نکنن، من به امید اون نیستم، ولی از قبل هماهنگ کردم، یعنی یه سری چیزها برنامه ریزی شده، کاملا فکر کردم. بچه ها یه حس خیلی عجیب و خفنیه. الان همونجور که خوندم واقعا دارم تعلقامو میذارم کنار، از اون محدوده امنم دارم خارج میشم، کاملا خارج میشم. من خیلی دور از خانواده بودم و دور از محل زندگیم بودم و خیلی وقت از این کارا میکنم، ولی این سفر بیرونی نیست برای من، یه سفر درونیه. حس میکنم یه سری انقلابایی تو درونم رخ داده که الان من اینجا هم و این تصمیم بزرگ، حداقل برای من بزرگی که گرفتم و دارم حرکت میکنم و دارم میرم به سمت اون چیزی که میخوام و انقدر مسیرم روشنه، به هیچ چیزی فکر نمی کنم جز این که جریان داشته باشم، مثل یه رودخونه خروشانم که فقط دوست داره بزنه بره به دل جاده و کاراشو کنه. جاده‌ای که بی انتهاه برام، جاده‌ای که اصلا نمیدونم چه اتفاقی قراره برام بیفته، قراره با کی آشنا بشم، ولی خدا رو شکر همه چی خیره و امیدوارم برای همه بهترین اتفاقا بیفته. یه چیزی که همیشه من میگم اینه که آدما همیشه بهترین تصمیمو تو لحظه میگیرن و منم تو این لحظه تصمیمم این بود که این سفر رو شروع کنم که بتونم ویدیوامو بگیرم، حداقل برای خودم یه سفرنامه خفن داشته باشم، بتونم با مردم ارتباط برقرار کنم، بتونم برم تو دل جامعه، بتونم با کمترین امکانات لذت ببرم، بتونم با نمیدونم دیگه چی بگم، یعنی کمالگرایی کاملا بذارم کنار. چند سال پیش بود من میگفتم نه من فلان چیزو نرم، نه من چادر خواب ندارم، نه من میکروفون نرم، نه من سپاه دوربین نرم، ولی اصلا الان اینجوری نیستم، واقعا خدا رو شکر میکنم و امیدوارم که بهترین اتفاقا برای همه بیفته. منم دیگه کم کم باید برم و برسم به این قضیه که سوار یه کامیونی خفن بشم، با یه آقای خفن قراره یه سری صحبت ها بکنم، انشالله که بهترین اتفاقا برای همه بیفته. میبینمتون، بریم سوار کامیون بشیم. دیگه مثلا میتونم بپرسم آها اما این خیلی خفنه خدایی دیگه، میگه تا حالا فکر کردی که شاید یه سفر خاص زندگی تو عوض کرده باشه، یه سفر خاصی که زندگی تو عوض کرده باشه. چشم. خوب.
اینجوری شدم اما اصلا اعصاب نداره. تا سوال پرسیدم ازش چی گفت؟ گفت بذار رانندگی بکنم، حواسم به جاده باشه. چشم. اما داره چک میکنه، داره لگد میزنه به ماشینش، هم حوصله نداره. موها رو ببین چه پسری داداش رضا، قلب منه. با موتوریه و تو قم دیدیم هم دیگه روز قمه درسته، بعد تا عوارضی من آورد حاجی. خیلی قلب رضا، دوست دارم من. موفق باشی رفیق، دوست دارم. خدا نگهدار. قربونت آقا. خیلی خفنه. الان عوارضی قم رد کردم و دارم میرم به سمت کاشان. خیلی سخت پیدا میشه توی مسیر. امیدوارم که بتونم ادامه بدم و برم جلو. مشاهده کنید ویدیوهای بعدی رو. ما رو ببین. آقا بالاخره یه ماشین برام می‌خواد. سلام آقا، خوبی؟ من هیچ برم یعنی سفر میکنم برای اینکه می‌خواستم بپرسم مسیرتون کجاست، هم مسیرش تا یه جای حالا من می‌خوام برم سمت کاشان. عزیزی جدی؟ بابا قلب پسر ببین خدا چقدر بزرگه. عمو سعید بچه‌ها عمو سعید هم مثل خودم مسافرت میکنه. لب جاده بودم بعد عوارضی قم، همینجوری داشتم پیاده میرفتم یهو دیدم یه آقا وایبشو دوست دارم با ماشین داشت میرفت به خدا. بعد دیدم جلوتر نگه داشت، بعد اومدم دیدم مسافر عمو سعید کوچیکتم ها. عمو سعید بچه زاهدانه، عشق و دل منه، اصلا انقدر انرژیش خفنه و خوبه. عمو سعید یه سری سوالا میخوایم ما هم بریم تو دلش. عمو سعید چی شده زندگی اینجوری شده؟ همش مادیات، همش کمالگرایی، همش این که دوست ندارن آدم موفق بشه. همه آدما بالاخره باید سفر برن، بگردن، مادیات پرست نباشن، بگردن بزنن به بر و بیابون، بزنن به این شهرها. عمو سعید به خدا زندگی اینه. عمو سعید تجربه نداشته باشی. یه مثال ساده بزنم، من الان بدون پول اومدم از تهران حرکت کردم، الان دارم میرم کاشان با شما عمو سعید. یعنی واقعا یه قرون پول نمیخواد، فقط این همه جیگر میخواد. بابا بزنید بیرون از این زندگی. همه چیز مادیات نیسته، بزنید به بر و بیابون. به خدا بزنید به بر و بیابون، به خدا زندگی میکنید بابا. عشق منید. حالا بعدم باز با عمو سعید صحبت میکنیم، تازه آشنا شدیم با عمو سعید. قلب منه عمو سعید. به افتتاحی هستا، قوری تازه بادا بیا، جای آتشی با عمو سعید. عشق قلب منی، عشق. به اینجا رو ببین تو رو خدا. همینه وقتی دو تا پسر 10 دقیقه نیست با هم آشنا میشن. اشغال با عمو سعید. به رسیدیم آخر سفر با عمو سعید در امروز، چون عمو سعید به من قول داده که رفتم سمت سیستان برم پیششون تو زابل. من تنها چیزی که میتونم بگم انقدر بامرامن اینجور افراد. من تا حالا با اینجور افراد در ارتباط نبودم، افرادی که از سیستان و بلوچستان بودن، و یه تجربه خیلی خاص بوده برام و میخوام یه چیزی فقط از عمو سعید بپرسم. عمو سعید بخوای یه درسی، یه نصیحتی، یه چیزی به افراد بگی چیه به نظرت؟ چی میتونی بگی به مردم میخوام اینو بگم به مردم که بریم بگردین، سفر بکنیم، بریم بزنیم به بر و بیابون، بزنیم بریم خوش باشین. به همیشه بابا خوشی پول نیسته، به خدا نیسته. بزنیم بریم بیرون، همیشه بریم بگردین، شهرها رو بگردین، با مردم در ارتباط باشین، حالتون خوب بشه.
من نوکری همه قربونت بشم. مطمئن باشی تو سفر بعدی قراره برم سمت سیستان، حتما میرم پیش عمو سعید. میخوام برم پیش کپرنشینا زندگی کنم و دوستتون دارم. بریم تو خود کاشان. بله رسیدیم به ورودی شهر کاشان. اینجا با عمو سعید خداحافظی کردم و دارم میرم داخل شهر کاشان ببینم چه اتفاقاتی در انتظارمه. اون اقامتگاهی که باهاش صحبت کردم نمیدونم احتمال داره که کنسل بشه، ولی باز من همچنان دارم مسیرمو میرم ببینم چه اتفاقاتی میفته. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ادامه ویدیوها رو ببینید که من دارم میرم داخل کاشان. به به حس عجیبیه، تا حالا اینجوری وارد کاشان نشده بودم. بو خاک و بو گلاب و بو یه سری چیزهای تازه ناشناخته میده که برم کشفش کنم. همراه من باشید.